سلام و درود خدمت همراهان گرامی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم سوال پرتکرارتون رو جواب بدم که چه برنامه غذایی رو باید برای پتتون در نظر داشته باشید. نکته اول، شما باید پتتون تو بهترین حالت ترکیبی از غذای تر و غذای خشک رو در نظر بگیرید و اینو خدمتتون عرض کنم. اگر پتتون فقط غذای خشک میخوره هیچ مشکلی نداره، چرا که به میزان کافی با توجه به اینکه جدول غذایی دارن، ترکیباتشون کاملا مدیریت شده هستش، میزان پروتئینشون، میزان چربیشون، میزان کربوهیدراتشون، ویتامین هایی که در واقع در فراوری این غذا استفاده میکنم، میتونم بگم غذای خشک غذای کامل و سیف ترین غذایی هستش که برای پتمون میتونید در نظر داشته باشید. چرا که با توجه به شرایط پتتون ما حتی غذاهای درمانی هم داریم. خدای نکرده اگه پتتون مشکل تیروئیدی داره، مشکل آلرژیک داره، آلرژی پوستی داره یا مشکل دستگاه گوارشی و هر مشکل دیگه‌ای داشته باشه، ما بر اساس اون میتونیم غذای خشک مناسب رو انتخاب کنیم در برندهای مختلف. و توصیه من این هستش که هر غذایی رو که میخوایم برای پتتون انتخاب کنید، علاوه بر این که خودتون میتونید سرچ کنید و تحقیق کنید در موردش، با دامپزشک خودتون هم در واقع مشاوره بگیرید ازشون که کدوم غذا مناسب پتتون هستش. چرا که یه دامپزشکی که پت شما تحت نظرش هستش همه شرایطش رو میدونه که آیا آلرژی داره، آلرژی پوستی داره، آلرژی گوارشی داره یا معده حساسی داره، که میتونه بر این اساس برند غذای خشک و نوع غذای خشک رو برای شما انتخاب کنه. یک قابل دسترس همیشه میتونید به راحتی تهیه کنید. عرضم به حضورتون مثل غذای تر نیستش که اگر بیرون بمونه در مجاورت هوا بمونه خراب بشه یا ممکنه مثلا فاسد بشه. این مشکلات رو نداریم تا زمانی که در واقع اکسپایر نشه ما مشکلی نداریم. میتونیم حتی مثلا داخل خونه این غذاهای اتومات قرار بدیم غذا خشکمون رو تو چند ساعت به صورت آرام در واقع در اختیار پتمون قرار بدیم. در حالتی که غذای تر این شکلی نیستش. غذای تر بهتره که بعد اینکه در اختیار حیوان قرار میدین زیر 10 دقیقه حیوان اون رو بخوره، چرا که در مجاورت هوا، دما ممکنه اکسیداسیون اتفاق بیفته و هزار تا مشکل دیگه فاسد بشه، باعث گاستریت، التهاب معده یا گاهن باعث استفراغ بشه. که باید خدمتتون عرض کنم که باید غذاتون ترکیب مناسبی داشته باشه. منظورم از ترکیب مناسب باید بالانس باشه. پروتئینش رو شما باید بسنجید چند درصدش پروتئین باشه، چون اکثرا ما وقتی میایم سبزیجات اضافه میکنیم مخصوصا سگ‌ها جدا میکنن و این سبزیجات رو نمیخورن و ما از این حیث به مشکل برمیخوریم که من گاهن مراجعینی دارم که میان به من میگن 6 ساله به گربه‌ام فقط سینه مرغ میدن و ما خیلی مشکلات رو با این دسته حیونا داریم که دچار مشکلات کبدی و کلیوی میشن. مخصوصا تو سن بالا ما باید پروتئین و فسفر در واقع پتمون رو تنظیم کنیم تغذیه‌شون که دچار مشکلات داخلی نشن. که باز از این حیث غذای خشک به نظر من گزینه بهتری هستش که با توجه به سنشون و شرایطشون میتونیم غذا خشک ایدئالی انتخاب کنیم زیر نظر دامپزشک که از این در واقع مشکلات بچه‌هامون به دور باشن. و اینکه بیایم هزینه درمان بکنیم، ما بهتره که همون هزینه رو بذاریم غذا خشک ایدئال رو بپدیم. تغذیه رو باید تحت نظر دامپزشک انجام بدیم. چرا که ببینید یه سری از حیوانامون مشکلات تیروئیدی دارن، یه سری از حیوانامون مشکلات کبدی دارن. بعضی از اونرامون میگن که آقای دکتر با توجه به اینکه این بچه‌مون اشتهای زیادی داره ولی وزن نمیگیره، ممکنه ما اینجا بیماری ویروسی، بیماری عفونی یا مشکلات دیابتیک داشته باشیم. از این حیث خدمتتون عرض می‌کنم که حتما تحت نظر دامپزشک متخصص یه برنامه غذایی بگیرید و هر 3 ماه یک بار این برنامه غذایی رو مجدد با دامپزشک چک کنید که ان شاءالله که هیچ وقت بچه‌هاتون درگیر بیماری‌های متابولیک نشن. در مورد موضوع بحث امروزمون هر سوالی دارین برام کامنت بذارین، حتما پاسخ سوالاتتون رو میدم و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. خیلی خوشحال میشم. خدا نگهدار.